به نظر بهترین گل کریستیانو رونالدو توی کدوم بازی و چه سالی زده شده؟ به نظر بهترین گل کریستیانو رونالدو توی کدوم باشگاه زده شده؟ کریستیانو رونالدو نزدیک به 900 تا گل زده، اما امروز فقط می‌خوایم 6 تا از بهترین گلاشو از زمانی که اسپورتینگ لیسبون بوده تا به امروز رو از هر باشگاه یه گل بازسازی بکنیم و فقط برای هر گل 5 تا فرصت دارم که بتونم اون گل بازسازی بکنم. اگه نتونم چه اتفاقی میفته؟ خامه رو میدونم صورته. آقا 5 تا فرصتی که دارم اگه یه دونه هم نتونستم واقعا میریم برای مجازات. اولین گلمون گل بی‌نظیر کریستیانو رونالدو تو اسپورتینگ لیسبون سال 2012. برو بریم. گل من که حسابه داداش. الان اینو باید تایید بکنی. ولی گلر هم یه خورده باید بگیری. کسی من قوی هم. قوی؟ آره؟ دریبل نمیخوری؟ نه؟ میشه دریبل بخوری؟ میریم برای گل بعدی بی‌نظیر کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال سال 2016 که قهرمان جام ملت‌های اروپا شدن. آقا تو زدی اوره انچه بسن اینقدر زر میزنه ببین ببند دهنه تو چفتی؟ کفش اورجیناله آقا اینجا دیگه ویدیو میره برای سایت های دیگه ساعت ایکس این برای یه حساب نیست. برو بریم برای یه فرصت دیگه. گوشو فقط یه دونه یه فرصت دارم. اگه اینکه اینو گل نکنم باید بریم برای مجازات. من موندم قبلی و چجوری گل نکردم. زیرتا خورد رو خط اینو گل میکنم. ببین منو بیا گل لیتس گو برو بریم برای گل بعدی. بریم برای ضربه بی‌نظیر کریستیانو رونالدو که توی باشگاه منچستر یونایتد زد. اسمش چیه؟ راکت. اونایی که اصلا فرستان یاد گرفتی همیشه جو برای پیشرفت هست. اگه یه بار شکست خوردی نباید ناامید بشی. باید بریم مرحله بعدی. باشه بریم. من میخوام بزنم. بریم من فکر میرم. فکر می‌ری؟ یعنی چی با فکر؟ فکرتو میشه من منتقل کنی؟ تو برو من میام. برو خو. بیا نرفت. نظر اینو نمی‌خوام کنم. نمیشه. اصلا بچه‌ها اصلا فکرشو نمی‌کنن. شرط کنن. بچه‌ها اصلا فکرشو نمی‌کنن. سر 2%. بچه‌ها فکرشو نمی‌تونن بکنن. چون رونالدو هم به زور زد. تا حالا دیگه امیر موفق یه شب بشه اونور. این برای یه ضربه بی‌نظیر به عشق خودتون و آقا کریستیانو رونالدو. ببین توپو میکاریم. نفس عمیق میگیریم. 4 عدد میریم عقب. دیوارو تکون می‌کنه. چیکار کردیم؟ افتاد بود دروازه؟ بیمش کردی. اگه منی ببین این گل زدم بعدش بهش میگم که میخوام دریبت کنم، میام روبروش به هوایی میخوام دریبش بکنم شورتشو میکشم. بیا اینجا میخوام دریبت کنم. همینطوری معمولی وایسا. ببین میزنی میکشی میای پایین. داداش تو الان داشتم گرم میکردم. سریاف سمت راست رو بگیر. میخوام یه گل بی‌نظیر بزنم محکم ولی فنی. وو ببین خیلی قوی. بله خیلی قویم. خاک پای همه تو. بریم برای گل بعدی. داشتم این مجازات نمیشه.
برو بریم برای گل بعدی. میریم برای چهارمین گل کریستیانو رونالدو. ضربه بی‌نظیر برگردونه. اینو واقعا من میتونم انجامش بدم. دلیلش چیه؟ من زخم خوردم از این. موهای من فکر برای چی آبی شد. ویدیو با بنیامین دلیل اینکه موها آبی شد نیست که این گل نتونستم بزنم، ولی این بار خیلی قوی‌تر توانایی‌امو نشون میدم، میزنم. آقا خدایی شد. برو بریم. واو. Let's go. بنداز ببینم. زخم خورده ای پسر، تو میتوانی، تو زخم خورده ای. یه دونه یه فرصت دارم، اگه اینکه این گل نشه میریم برای مجازات. خدای خودت کمک کن. Let's go! Let's go! Let's go baby. بچه‌ها گفتن نگو let's go baby. آقا ایرادش چیه؟ Let's go به عشق خودتون. پنجمین گل اون از تیم یوونتوس، شوت آتشین پشت محوطه کریستیانو رونالدو. متوجه شدی کجا میخوام بزنم؟ داستان داری بیچاره. داداش این دیگه رفته اون گوشه وایستاده دیگه. خب خیمه بسته اون گوشه. انجام فرصت سگ خوب. بابا به خدا گل بود دیگه. الان بعد مجازات شم یعنی؟ آره؟ آره. یه دونه یه بزنم. خوشحالی برای یک لحظه غفلت میشه. چی گفتم آجی؟ اینو میخواستم در نهایت بهتون بگم. بریم برای گل آخر. آپرا اینجا داری. بابا من میخوام نشونت بدم. چرا میترسی؟ آپرا چه حسی داری؟ حس رونالدو بودن. خب چرا آلمان تنته؟ امروز همه چی کی؟ آلمان چرا تنته؟ آلمان عشق. دوشلند ایز لیبه. الان مگه طرفدار کریستیانو رونالدو نیستی؟ چرا آلمان تنته؟ رضا آدم آلمان تیمه. خب چه ربطی داره؟ پرتغال چیزی؟ حالا کشوری. شما نظر چیه؟ منچستر سیتی. اینجا گل ششممون از تیم النصر. یه ذره کاشته فنی میزنه، چیزی که من دیدم. ببین اصلا از بغل دیوار دفاعی میزنه. ما هم سعی میکنیم فنی با آرامش کامل یه کاشته مامان بزنیم. بالا اصلا نزن، پایین زد. بس میگم؟ آره. پایین. به نظر منم پایین بود. به نظر منم پایین. آقا یه کثافت. ببین تو این ضربه ایستگاهی آقا رونالدو از هوشش است. بزن که بیاد از بالا دیوار دفاعی بزنه، زد کنار دیوار دفاعی. اینجا هم ما فقط کافیه که خیلی درگیر این ضربه رو بزنیم. ببین یس اولین ویدیویی که تو تاریخ یوتیوب چنل من مجازات نمیشه. دمتون میگم که ویدیو رو نگاه کردید تا آخر. کامنت حتما بنویسید که ویدیو بعدی دوست دارید گل‌های کدوم فوتبالیست رو بازسازی بکنم تا ویدیو خفن‌تر